دمت اوزدمیر و اوزهان کوچ با برگزاری مراسم مفصلی با هم نامزد کردند. اوزهان در این مراسم با نوشیدن قهوه شور گفت قهوه خوبی بود، بازم برای خوردنش میام. جمره بایسال که این روزا مشغول بازی در سریال زیباتر از توه گفت اولین واکنشا به این سریال خیلی خوب بوده. فهریه افجن و بوراک اوزچوید که یه پسر 4 ساله دارن در آینده‌ای نزدیک دومین فرزند خودشون رو که هنوز جنسیتش مشخص نشده در آغوش میگیرن. جان یامان و بازیگر معروف ایتالیایی میکل مورونو در حاشیه فشن شوی دولچه گابانا با هم ملاقات کردند. فیلمبرداری قسمت دوم فیلم سینمایی تاکتیک‌های عشق 1 هفته به تعویق افتاد و گفته میشه دلیل اون ابتلای دمت اوزدمیر به ویروس کرونا بوده. ابرو شاهین و جدی عثمان که به تازگی در مقدونیه به عقد هم در اومده بودن، جشن عروسی خودشونو در شهر چشمه برگزار کردند. طبق گفته‌های رسانه‌ها، پینار دنیز و کانیل دریم که هر دو در جشن تولد 35 سالگی اوراز کاگیلارولو حضور داشتن، اون روز با هم صمیمی شدن و بعدش وارد رابطه عاشقانه شدن. دمت اوزدمیر و اوزهان کوچ برای مراسم ازدواجشون یه هتل بسیار مجلل رو در استانبول انتخاب کردن و تعداد مهمونای اونا هم 600 نفره. گفته میشه هزینه جشن اونا چیزی حدود 4 میلیون لیر یا 8 میلیارد تومان میشه. فیلمبرداری فصل 6 سریال سیب ممنوعه در هفته‌های آینده شروع میشه و به گفته رسانه‌ها این فصل پایانی اون خواهد بود. بیرجه آکالای عکس‌هایی رو که دوست صمیمیش ابراهیم چلیکل از اون در تعطیلاتشون گرفته بود و به اشتراک گذاشت و نوشت بعضی عکس‌ها درسته که یه نفری دیده میشن اما 2 نفری هستن. چه خوب که رفیق عزیز و همسفر منی ابراهیم. بهار شاهین ویدیویی با این مضمون منتشر کرد. برای لایک گرفتن و جذب فالوور در فضای مجازی بچه هاتون رو به شکل آدم بزرگا در نیارین. این اصلاً خوب دیده نمیشه و کار درستی نیست. اوموت اویرگن با انتشار عکسی 2 نفره تولد سرنای ساریکایا رو بهش تبریک گفت و اینجوری رابطه‌شون رو هم رسما اعلام کرد. سرکای توتونجو توییتی منتشر کرد و در اون نوشت که 20 سالتونه توی هوای 40 درجه با 7 کیلو آرایش میگردین؟ مگه دیوونه این؟ این توییت سرکای با واکنش‌های متفاوتی روبرو شد. زوج اوزگه گورال و سرکان چایولو بعد از 8 سال رابطه عاشقانه چند روز پیش در آلمان به عقد هم در اومدن. این زوج قراره در 22 مرداد در ایتالیا مراسم عروسیشون رو برگزار کنن. آسلی انور و مهمت گنسور برای بازی در سریال آرایش که قراره از پلتفرم دیزنی پلاس پخش بشه به توافق و مرحله امضای قرارداد رسیدن. هازال کایا در مصاحبه‌ای در مورد احساسش نسبت به همسرش علی آتای گفت اون کسی که در نگاه اول عاشق شد من بودم و مهر ماه امسال 9 سال میشه که با همیم و حس من به همسرم همچنان مثل روز اوله. چالار ارطغرل بعد از بازی در 2 فصل سریال تشکیلات از این سریال خداحافظی کرد. برج اوزبرگ و مورات بوز به عنوان پارتنر هم برای بازی در فیلم رویاندا گوررسون انتخاب شدند. این فیلم قراره از پلتفرم آمازون پرایم پخش بشه. مروه بلوور در کنسرت ییلدیز تیلبه به روی سن رفت و آهنگی و اجرا کرد، اما هیچ واکنشی از طرف تماشاگرها دریافت نکرد. طبق اخبار رسانه‌ها گفته میشه هیلال آلتین بیلک و متین هارا که حدود 1 سالی میشه با هم رابطه دارن تصمیم به ازدواج گرفتن. سرنای ساریکایا و اوموت اویرگن با هم برای تعطیلات به یونان رفتن و در اونجا رقص زیبای سرنای و نگاه‌های عاشقانه اوموت به اون از چشم رسانه‌ها دور نموند. هوادارای افراطی برج اوزبرگ و ایلهان شن که میخواستن اونا در واقعیت هم با هم باشن، برج رو در توییتر تخریب کردن و
همین باعث شد ایلهان هم در حمایت از بورجو توییتی منتشر کنه و بگه اگه میخواین اینجوری بیمارگونه علاقه نشون بدین پس دوستم نداشته باشین. سریال فرار با بازی انگین آکیورک و ایرم هلواجیولو با پخش قسمت سومش در صدر لیست پربیننده های دیزنی پلاس قرار گرفت. بعد از گوکان آلکان، حالا نسرین جوادزاده هم گوکان رو از اینستاگرام آنفالو کرد و عکسای 2 نفرشون رو پاک کرد و خیلیا اینو مهر تاییدی به خبرهای جداییشون دونستن. گفته میشه اسماعیل حاجیولو و آسلیهان گربوز 4 ماهه که با هم رابطه عاشقانه‌ای رو شروع کردن. ملیس سزن با ویدیوی رقصی که از خودش به اشتراک گذاشت سوژه فضای مجازی شد. نورگل یشیلچای به خاطر بازی در فیلم ایرانی جن زیبا برنده جایزه بهترین بازیگر زن در مراسم اهدای جوایز Next Generation Indie Film که در هالیوود برگزار میشه شد. ورژن اسپانیایی سریال گناه فاطمه گل چه بود به زودی از نتفلیکس پخش خواهد شد. کرم بورسین به طرفداراش مژده شروع پروژه جدید و کار مشترکی با آلوارو مورته داد. ارکان پتکایا در آخرین روز فیلمبرداری پروژه جدیدش دچار حمله قلبی و در پی اون به بیمارستان منتقل شد. وضعیت سلامتی این بازیگر خوب گزارش شده. یاسمین یازجی با انتشار عکسی با ایموجی قلب رابطه عاشقانه خودش و اونورتونا رو فاش کرد. سیمای بارلاس و دوست پسر بسکتبالیستش سونر کورکماز همدیگر رو در اینستاگرام آنفالو کردن و همینم باعث انتشار اخبار جداییشون شده. آیچا آیشین توران و اکین کوچ برای بازی در فیلم باورم کن به عنوان پارتنر هم انتخاب شدن. بورجو اوزبرگ با انتشار پستی خوشحالی خودش رو از فارغ التحصیلی از دانشگاه دولتی حاجی تپه نشون داد و نوشت یه رویای دیگم به حقیقت پیوست. بیرجه آکالای در مصاحبه‌ای در مورد عشق گفته عشق در هر سنی یه جوری زیباست و با گذر سالها زاویه دید آدم نسبت به اون عوض میشه.